رئیس جمهور بشی چیکار می‌کنی برای ایران؟ سوال خیلی سخته، من در اون حد نیستم. احمدی نژاد هم در اون حد نبود. شد. اگه رئیس جمهور شم در ایران، تمام سرانی که زیر دستم بودن رو تعویض میکنم. هر کسی که تخلف میکنه رو بدترین مجازات رو واسش میذارم. هر کسی که بچهش خارج از ایرانه رو بدترین مجازات رو براش میذارم. آدمی که بچهش رو بفرسته یه کشور دیگه برای زندگی، وطن فروشه. فرزند مسئولین اگر مهاجرت میکنن غلط میکنن مهاجرت. منم همینم. اونا باباهاشون این کشور رو ساختن و غلط میکنی که میری این کشور برای پیشرفت. بابات که عرضه پیشرفت ساختن پیشرفت در این کشور نداشته، اونم غلط میکنه که مسئوله. هر مسئولی که فرزندش یه تخلفی میکنه از مسئولیت بذارنش کنار، به خاطر اینکه اون کسی که نتونسته خونش رو درست و سازماندهی شده تربیت کنه و مدیریت کنه، حتما نمیتونه مدیر خوبی تو جامعه باشه. یعنی تو برس به خونت، آقای امام جمعه، آقای مسئول، آقای مدیر، شما اولین مسئولیتت خونته. تو که نتونستی بچه خوبی تربیت کنی، بچه هات پر از پرونده های دزدی، مال لمردم خوری، مهاجرت، توهین به پلیس هستن، غلط میکنی مسئولی. تو برو خونتو درست کن.